سلام، من شبان تری رابرتس هستم و بیش از 40 ساله که به همراه همسرم در میزوری مشغول خدمت شبانی هستم و خیلی خوشحالم که میتونم با شما در مورد این کتاب یعنی زندگی سالم مسیحی صحبت کنم. خب شما میتونید قلبتون رو به مسیح بسپارید، عیسی رو بشناسید و از طریق عیسی پدر رو بشناسید. پس عیسی رو میشناسید، ولی اگه مراقب نباشید این امکان وجود داره که همونجا متوقف بشید. این مثل زمانیه که یه نوزادی متولد میشه، بعد کودک نوپایی میشه، بعد نوجوان و بعدش هم جوان و بزرگسال. البته اگه یه نفر چرخه طبیعی رشدش رو طی بکنه. همونطوری هم کتاب مقدس در مورد نوزاد بودن ما در خداوند صحبت میکنه و میگه که شما یک دوره کودکی دارید، اما بعد اون چیزای کودکانه رو کنار میذارید و بعد رشد و پیشرفت میکنید. و برای من به عنوان یک مسیحی جدید الایمان بسیار هیجان انگیز بود وقتی فهمیدم که مجبور نیستم در اون دوره کودکی باقی بمونم. اینا رو به این دلیل میگم چون من مسیحیان بسیار رو در اطراف خودم دیدم که اونا رشد نکردن. اونا نمیدونستن که مسیری وجود داره که از طریق اون میشه خدا رو بهتر بشناسن. تنها به خاطر اینکه شما پدر رو از طریق عیسی مسیح میشناسید به این معنا نیست که شما بهترین دوست خدا هم هستید. من تقریبا 40 سال پیش با همسرم ازدواج کردم و فکر میکردم اونو میشناختم، اما بعد از گذشت 40 سال او رو بهتر و بهتر میشناسم و میتونم صدای او رو حتی از میان جمعیت تشخیص بدم. روابط ما هم بسیار قوی تر شده. قرار رابطه ما با خدا هم همینجوری کم کم تقویت بشه. قرار شما کتاب مقدس رو بیشتر بیاموزید، قرار بیشتر بدانید که حقیقت چیه. بنابراین در طول این جلسات با من همراه بشید. ما سعی میکنیم این کتاب رو مرور کنیم و این سری دروس به ما کمک میکنه تا این اتفاق در ما بیفته و بتونیم در خداوند رشد و پیشرفت داشته باشیم و یک زندگی سالم مسیحی رو پیشه کنیم. در ویدیوی اول شهادت دادم که در سن 22 سالگی به مسیح ایمان آوردم و مانند یک نوزاد بودم، اما واقعا خودم رو وقف کلام خدا کردم و از کتاب مقدس فهمیدم که ما میتونیم سالم باشیم و هم میتونیم ناسالم باشیم. تصمیمات و انتخابایی که در طی روز میگیریم تعیین میکنند که آیا سالم خواهیم بود یا ناسالم. درست مثل بدن فیزیکیمون میتونیم انتخاب کنیم تغذیه بد داشته باشیم و روی مبل بشینیم یا میتونیم تغذیه خوب و ورزش و تحرک داشته باشیم. این انتخاب شماست، چون انتخاب شما آنچه الان هستید و آنچه خواهید بود رو تعیین میکنه. میدونید کتاب مقدس میگه ما باید تبدیل به اون فردی بشیم که خدا ما رو به همون منظور خلق کرده. من عاشق این حقیقت هستم، این که فقط باید انتظاراتی رو که خدا از ما داره اونا رو برآورده کنیم. بنابراین در مورد این واقعیت صحبت کردیم که خدا نیکوست. این اولین حقیقتی بود که در ویدیوی اول در موردش صحبت کردیم. خب شما میچشید و میبینید که خدا نیکوست، در او رشد میکنید، برخلاف آنچه که شیطان در باغ عدن به آدم و حوا گفت. به اونا گفت آیا واقعا اینا گفته‌های خداست؟ میخواست بگه اون نیکو نیست و چیزای نیکو رو از شما دریغ میکنه. پس کل کتاب مقدس مکاشفه حقیقی در مورد نیکویی خداست و حقیقت در مورد خدا کاملا در عیسی مسیح آشکار شده. او تصویر مجسم شده پدره. بنابراین مطابق با کتاب مقدس ما میفهمیم که نام خداوند یهوه است و میفهمیم که اون خدایی که میخواد خودش رو بر انسان آشکار بکنه. بنابراین او حقیقت رو در مورد خودش به ما میگه، اون خودش رو به ما نشون میده. هرچند شیطان سعی کرد شخصیت او رو در باغ عدن مخدوش بکنه و شیطان هنوزم با ما این کار رو انجام میده. اما خداوند چه شخصیتی داره؟ بله، خداوند نیکوست. ابراهیم و سارا به نیکویی او ایمان داشتند و چون ایمان داشتند پس وارث وعده های او شدند. و بعد گفتیم که خدا ماورا و طبیعی است. اجازه بدید بگم که من امروز وارد برخی مطالب جدید خواهم شد. میدونید خدا شخصی نیست که دروغ بگه. خدا انسان نیست. کلام خدا میگه خدا روحه و پرستندگانش باید اونو با روح و راستی پرستش کنند. دنیایی وجود دارد که فراتر از چشمان فیزیکی و دنیای فیزیکی ماست. کلام خدا در باب 11 عبرانیان آیه 7 میگه به ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خدا ترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده‌اش کشتی ساخت. گفتن این چیز عجیب و غریبه. به عبارت دیگه خدا واقعیه، اما شما نمیتونید اونو با چشم فیزیکی خودتون ببینید. یک دنیای فیزیکی وجود داره و یک دنیای غیر فیزیکی. عیسی گفت دعا کنید ملکوت تو بیاید، اراده تو چنانچه در آسمان است بر زمین کرده شود. بار دیگه این رو تایید میکنم که در اینجا ما دو قلمرو متفاوت و دو بعد مختلف داریم، بعد روحانی و بعد فیزیکی. خدا روحه،
دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم از آن دنیای روحانی نشأت میگیره. خدا سخن گفت و این جهان را از عالم روحانی آفرید. پس خدا روحه و کسانی هم که او رو میپرستند باید با روح و راستی این کار رو بکنند. من میخوام برای شما این آیه رو از عبرانیان 11:24 بخونم. به ایمان بود که موسی هنگامی که بزرگ شد نخواست پسر دختر فرعون خوانده شود. او ترجیح داد که در کنار قوم خدا بمونه، هرچند با اون بدرفتاری بشه، تا اینکه برای مدت کوتاهی از لذت‌های قصر فرعون و گناه بهره مند بشه. آزار دیدن به خاطر خدا رو به عنوان ارزشی فراتر از گنجینه‌های مصر دونست، زیرا که با ایمان به پاداش خود مینگریست. اون مصر رو با ایمان ترک کرد و با ایمان حرکتش رو ادامه داد. اما چرا او از خشم فرعون نترسید و استقامت کرد؟ بله، چون او نادیدنی را دید، او آن نامرئی را دید. شما چگونه این کار را خواهید کرد؟ شما این کار را از طریق کلام خدا انجام خواهید داد. کتاب مقدس یا کلام خدا پنجره به سوی ابدیت. این کتاب مکاشفه خداست که میگه خداوند کیه و بعد توسط روح القدس خدا برای ما واقعی تر میشه. و اما نکته بعدی اینه که خدا واحده اما خودشو در 3 شخص آشکار کرده. ما اونا رو تثلیث یا خدای 3 اقنومی میگیم. کتاب مقدس اصطلاح تثلیث رو به کار نمیبره، ولی از پیدایش باب اول تا مکاشفه باب 22 شما رد پدر، پسر و روح القدس رو در کتاب مقدس میبینید و طبیعتاً میپرسیم که این چجوری امکان داره. خب اجازه بدید پیشاپیش به شما بگم که نه من میدانم و نه هیچ کسی دیگر. ما فقط باید با ایمان بپذیریم که کتاب مقدس میگه یک خدا وجود داره ولی در 3 شخص تجلی یافته، یعنی پدر، پسر و روح القدس. انجیل مرقس باب 12 آیات 29 تا 30 اینجوری میگه: بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای ما خداوند یکتاست. خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر و با تمامی قوت خود محبت کن. بنابراین کلیسای اولیه با این حقیقت دست و پنجه نرم کرد. کلیسای اولیه که عبرانی هم بود برای سالها با این قضیه جنگید. آیا عیسی خداست یا فقط یک انسان؟ آیا روح القدس خداست؟ و نتیجه گیری این بود که کلیسا در سراسر جهان به این نتیجه رسید و در برخی از اعتقادنامه ها، مخصوصا اعتقادنامه آتاناسیوس، ثبت کرد که خدا یکیست اما در پدر، پسر و روح القدس خودشو آشکار کرده. عیسی کاملا خداست و کاملا انسان است. عیسی مسیح بر زمین آمد و وقتی در بیت لحم متولد شد بدن فیزیکی به خودش گرفت. البته این آغاز کار او نبود، این آغاز دریافت بدن فیزیکی او بود. بعد عیسی رو میبینیم که مرد و قیام کرد، سپس صعود کرد و گفت که روح القدس رو میفرستم که همراه شما باشه. بیایید در مورد تعمید عیسی کمی تفکر کنیم. شما هر 3 شخص رو به یک باره اونجا میبینید. عیسی توسط یحیای تعمید دهنده در رود اردن تعمید میگیره و پدر از آسمان صحبت میکنه و میگه این پسر محبوب منه که من از او خوشنودم. همزمان عیسی پسر خدا داره تعمید میگیره و کبوتر هم به عنوان سمبولی از روح القدس بر شانه او قرار میگیره. بنابراین شما پدر، پسر و روح القدس رو میبینید که یک باره حضور دارند و بارها در کتاب مقدس این 3 را با هم میبینیم. عیسی گفت که تمامی اقتدار در آسمان و زمین به من داده شده است. من به آسمان میرم و در واقع شما به اقصای دنیا برید و به همه مژده نجات رو برسونید و من تا انقضای عالم همراه شما خواهم بود. تعمید عیسی در انجیل متی باب 3 آیات 16 و 17 ثبت شده است. اگر کتاب مقدس در دسترس شماست شما را تشویق میکنم که این آیات رو بخونید. این بخش به تثلیث اشاره میکنه. خدای واحد در 3 شخص همزمان حضور داره. من میتونم در حال حاضر عمیق‌تر به این موضوع ورود کنم ولی به یک دلیل ساده این کار رو نمی کنم. دلیلش هم اینه که من نخواهم توانست ذهن شما را کاملا متقاعد کنم. میدانیم که رئیس جمهور مشهور آمریکایی به نام توماس جفرسون که خیلی هم وحدتگرا بود گفت که تثلیث از لحاظ ریاضی امری محاله. 3 نمیتونه یکی باشه. نتیجه گیری اون منطقیه، بله حق با اونه. این یک محال ریاضی است، اما راههای خدا بالاتر از راههای ما و افکار او بالاتر از افکار ماست. شما می توانید با خدای پدر، پسر و روح القدس ارتباط بگیرید و مشارکت داشته باشید، اما کلید
نجات شما توسط عیسی مسیح است. هیچ نام دیگری در آسمان یا بر زمین به ما داده نشده که بتونیم از طریق اون نجات پیدا کنیم مگر از طریق عیسی مسیح. چون عیسی تعمید گرفت، بیدرنگ از آب برآمد، همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندای از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. انجیل متی باب 3 آیات 15، 16 و 17. من این جمله رو دوست دارم. این پسر من است که از او خوشنودم، یعنی از او راضی هستم. و اما نکته بعدی اینه که خدای ما خدایی است ابدی، یعنی همیشه بوده و همیشه خواهد بود. به یاد دارم در کودکی به ابدیت فکر می‌کردم و می‌گفتم چگونه میتونم ابدیت رو بفهمم؟ چگونه ممکن است چیزی برای همیشه ادامه داشته باشه؟ و حقیقت همون جمله است که دوست اسکاتلندی من به من گفته بود که اگر بتونی خدا رو تو ذهنت جا بدی، تو خدای بسیار کوچکی داری. بنابراین خدا همیشه وجود داشته، او از ازل صحبت کرده و این دنیای متناهی رو خلق کرده. اون بی‌نهایته ولی با سخنانش این هستی و دنیای متناهی رو خلق کرده و سپس در پایان این جهان او آسمان و زمین جدیدی خلق خواهد کرد. چون خدا ابدی است، پس شما هم ابدی خواهید شد. چرا؟ چون شما به شباهت خدا ساخته شده اید و شما برای همیشه در جای زندگی خواهید کرد که اوست. ما واقعا از نظر انسانی این موضوع را نمیتونیم درک کنیم، چون این موضوع با ذهن معقول و منطقی ما بسیار بیگانه است. اما خدا ابدی است. او همه چیز را در زمان خودش زیبا ساخته است. در کتاب جامع باب 3 آیه کلام میگه برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی. او همچنین ابدیت را در قلب انسانها نهاده است، اما آنها نمیتوانند بفهمند که خدا از ابتدا تا انتها چه کاری کرده است. و در مزمور 90 کلام خدا میگوید خداوندگارا مسکن ما تو بوده ای نسل اندر نسل، پیش از آن که کوهها زاده شوند یا تو زمین و جهان را به وجود آوری، از ازل تا به ابد تو خدایی. اکنون شما به عنوان انسانی که به شکل او خلق شده اید نیز ابدی هستید. باید ابدیت را یا جدا از خدا بگذرانید و یا برای همیشه با خدا باشید. شما میتونید انتخاب کنید. من از اصطلاحاتی استفاده میکنم همانند خدای ابدی، خدای قادر مطلق. الهی دانا این کلمات را ابداع کردن. نگران نباشید اگر معنای آنها را نمیدانید. این یعنی خدا همه قدرت رو در اختیار داره. هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست. خدا خودش رو محدود کرده اما همه چیز برای اون ممکنه. کتاب مقدس میگه خدا نمیتونه دروغ بگه. اون خودش رو در این دنیا محدود کرده اما اون قادر مطلقه و قادر به انجام هر کاری میباشد. او میتواند هر کاری را که فکر کنید انجام بده. هیچ چیز برای او غیر ممکن نیست. کلام خدا در کتاب اشعیا باب 40 آیه 25 این چنین میگه آن قدوس میگوید مرا با که قیاس میکنید تا با او برابر باشم. مردم وقتی دعا میکنند باور دارند که خدا میتونه هر کاری رو انجام بده، اما موضوع اینه آیا اون میخواد یا خیر. بنابراین این ما را به سمت موضوع بعدی هدایت میکنه که اون محبته. پس خدا قادر مطلق هست اما محبت نیز هست. اگر در خدا عشقی وجود نمی داشت او قادر مطلق ظالمی می بود. اما میدونید که چه چیزی به خدا انگیزه میده؟ انگیزه خدا محبتشه. اون فقط محبت نمیکنه بلکه خودش محبته. به این جمله فکر کنید. او خود تعریف محبته. محبت آگاپه واژه یونانی برای محبت و این آن نوع از محبتی است که بر اساس شخصیت محبت کننده است، نه شخصیت محبت شونده. وقتی که هنوز گناهکار بودیم خدا ما رو محبت نمود. مسیح برای ما بی خدایان جانش را داد. ما لیاقتش رو نداشتیم و این به معنای فیضه. خداوند تو رو دوست داره چون خودش محبته، نه به این دلیل که تو لیاقتش رو داری، نه به این دلیل که من لیاقتش رو دارم. اگر پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ باشید میدونید این به چه معناست. شما بچه‌ها و نوه‌هاتون رو دوست دارید. هیچ دلیلی هم ندارید که چرا این کار رو انجام میدید. کتاب رومیان 5:8 اینطوری میگه اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس ذات و طبیعت خدا
محبته. قوت او از کانال محبتش جاری میشه. عیسی با شفقت حرکت کرد، بیماران رو شفا داد. عیسی قلبش پر از رحمت و شفقت بود. او متأثر میشد و بیماران رو شفا میداد. خداوند انسانها رو دوست داره. آیه‌ای که همه میتونند اون رو نقل قول کنند اینه: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 16. خدا پسر خودش رو به جهان نفرستاد تا ما رو محکوم کنه، بلکه تا از طریق او جهان نجات پیدا بکنه. پس کمی هم در مورد این موضوع فکر کنید. و نکته بعدی اینه که خدا حاضر مطلقه. این به چه معنیه؟ یعنی این که خدا همه جا حاضره. این بدان معناست که خدا این ظرفیت رو داره که به یک بار در همه جا حضور داشته باشه. باز دوباره این حقیقت باعث میشه که ما متعجب بشیم. بله میدونیم که این موضوع منطقی نیست، اما این به این خاطره که اون خداست و ما نیستیم. ما میخوایم همه چیز رو از دیدگاه انسانی خودمون تحلیل کنیم. ما میخوایم همه چیز رو با مغزمون تحلیل کنیم، ولی خدا بزرگتر از مغز ماست. خدا بزرگتر از ذهن ماست. خدا بزرگتر از این جهانه و راههای او بالاتر از راههای ما و افکار او بالاتر از افکار ما هستند. خب حالا چجوری میتونیم این موضوع رو توضیح بدیم؟ در مزمور 139 آیه 7 کلام خدا میگه: از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان فرا روم تو آنجایی و اگر در حاوی بستر بگسترم تو آنجا نیز هستی. معنی این آیه چیه؟ بله، خدا همیشه همه جا هست. هیچ چیزی از روح خدا پنهان نمیمونه. خدا همه چیزو میبینه و این یعنی اون حاضر مطلقه. فراتر از اینها اون دانای مطلق هم هست. کلام خدا در امثال باب 15 آیه 3 میگه: چشمان خداوند همه جا هست، بر بدان و نیکان دیدبانی میکند. خدا از آنچه روی سیاره زمین میگذره گیج نیست، سورپرایز نمیشه. خدا از آنچه در اینجا اتفاق میفته غافل نیست. چشمان خدا همه جا مراقب شریران و نیکان است. و نکته دیگه اینه که همین خدا ما رو دعوت میکنه. مژده خوش نجات اینه که وقتی آدم و حوا در باغ بودند، خدا از آدم پرسید کجایی؟ بله، خدا میدونست اون کجاست، اما اون آدم صدا زد و آدم رو به سوی خودش دعوت کرد. اون صدا میزنه تا انسان پاسخ بده. بنابراین خداوند انسانها را در آشفتگی که بودند رها نکرد. بلافاصله در همان باغ بود که خدا مقرر نمود تا از نسل زن منجی بیاید. او این وعده را در باغ داد و به این ترتیب با وجود اینکه برای آدم و حوا و همه بشریت مرگ به جا مانده بود و آدم و آفرینش سقوط کرده بودند، اما او فوراً وعده مسیح موعود را برای آینده به آدم و حوا داد که او خواهد آمد و همه کسانی که او را بپذیرند نجات خواهند یافت. من فکر می کنم خواندن کتاب مقدس و درک نگرش خدا نسبت به بشریت بسیار جالب و شگفت انگیزه. در مزمور 8 آیه 3 کلام خدا میگه: چون به آسمانهای تو بنگرم که صنعت انگشتان توست و به ماه و ستارگان که تو برقرار داشته ای، گویم انسان چیست که در اندیشه اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی. این یعنی چرا توی خداوند باید به زنان و مردان اهمیت بدهی. و این نکته مهم در مورد مسیحیت و یهودیت صادقه. من یک مسیحی هستم و پیرو عیسی مسیح هستم. من زندگی خودم رو به اون سپردم تا دوباره متولد بشم و آنچه مرا به آن سو سوق داد نیکویی خدا بود که مرا به توبه راهنمون شد. نیکویی خدا مرا به جای رساند که میخواستم از اون پیروی کنم و اونو خدمت کنم و صدای او رو بشنوم. محبت خدا منو بران داشت که به سوی او بیایم، نه خدای شریری که سعی میکرد ادله‌ای کافی برای مجازات من جمع بکنه. خدا منو صدا زد و منو به حال خودم وا نگذاشت. اون آدم و حوا را وا نگذاشت که تلاش بکنند و خودشونو نجات بدن، چون اون میدانست که اونها نمیتوانند. پس گفت آدم کجایی؟ خدا امروز هم به شما میگوید کجا هستید؟ او دارد شما را صدا میزند و میگوید تو برای من مهم هستی. در انجیل متی باب 7 آیات 9 الی 10 کلام خدا میگوید: کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدو دهد، یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود میدانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان از چیزهای نیکو را به آنانی که از او سؤال میکنند خواهد بخشید. من یک پدر بزرگ هستم
و فرزندان و نوه هایم را به شدت دوست دارم. این به من کمک میکنه تا محبت خدا را نسبت به خودم درک کنم. خدا من و شما رو دوست داره. پس ما برای او مهم هستیم. شما میتونید خدا را با احساسی که نسبت به خانواده خودتون دارید بهتر درک کنید. اما خدا خیلی بیشتر از این شما رو دوست داره. شما نمیتونید عشق خدا رو به طور کامل درک کنید. اون فقط فریاد نمیزنه که شما رو دوست داره، بلکه بر اساس اون محبت عمل میکنه. میدونید محبت فقط بیان یک سری کلمات نیست، چون ما باید در عمل و در حقیقت هم محبت رو نشون بدیم و حقیقت اینه که خدا برای ما کاری انجام داد. اگر واقعا کسی رو دوست داشته باشید کاری انجام خواهید داد، فقط درباره اون حرف نمیزنید. من دوست دارم اون نقاشی میکلانژلو که در کلیسای سیستین روی دیوار نقش بسته. اونجا انسان دستشو دراز کرده و خدا انگشت خودشو دراز میکنه و انگشتان اونا یکدیگر رو لمس میکنه. این نقاشی رو دوست دارم چون به ما کمک میکنه تا مفهوم خدا رو به درستی بفهمیم، که خدا وجودی نیست که یک جا اون بالاها نشسته باشه و گویی جدای از این سیاره اون دور دور است. بعضی افراد میگن خدا همه اینا رو خلق کرد اما بعدش به تعطیلات رفت و گفت خب بچه شما مسئول هستید، بعدن شما رو میبینم. این تصویر درستی از خدا نیست. خدا زنده است. خدا خدای دلسوزیه. خدا خدای محبت و خودشو تو خلقت آشکار کرده. مزمور 19 آیات 1 تا 4 اینجوری میگه: آسمان جلال خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهایش خبر میدهد. روز سخن میراند تا روز و شب معرفت را اعلان میکند تا شب. سخن نیست و کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی شود. قانون آنها در تمام جهان بیرون رفت و بیان آنها تا اقصای رب مسکون. همچنین در رومیان باب 1 کلام خدا اینجوری میگه: زیرا که چیزهای نادیده او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود تا ایشان را عذری نباشد. رومیان 1:20. بنابراین وقتی به آسمان نگاه میکنید، به کوها مینگرید، به اقیانوس‌ها مینگرید، به آنچه بخشی از این طبیعت زیباست مینگرید، میگویید حتما کسی اینو ساخته و اون کس خیلی باهوشتر از منه. کسی با توانایی بسیار بیشتر از من اینو ساخته، خلق کرده و این باعث میشه که در مورد خالق فکر بکنیم. این باعث میشه دستتون رو به سوی خدا دراز کنید که این دنیا رو ساخته. اون همچنین شما رو آفریده. وقتی به بدن خودتون فکر کنید، در مورد جزئیات چشم، سیستم گردش خون، سیستم استخوان بندی یا مغز، میبینید واقعا شگفت انگیز خلق شدیم و اینها هیچ کدومش اتفاقی نیستند. پس باید خالقی وجود داشته باشه. میدونید من یه سری دروسی آماده کردم برای افراد شک‌گرایی که باور ندارند خلقتی رخ داده و خالقی وجود داره. باور به این که انسان خود به خود به وجود اومده بسیار احمقانه است. چرا افراد باید چنین تفکر و ایده ای را بپذیرند؟ چون بعضیا فکر میکنند اگر اینجوری فکر کنند در برابر هیچ کسی مسئول نیستند. اما اگر فکر کنند که خدا اونها رو آفریده، در برابر خدا مسئول خواهند بود. اگر باور کنیم خدا این دنیا را ساخته و ما رو در اینجا قرار داده، پس نسبت به او پاسخگو خواهیم بود. اما اگر اینگونه نباشد، تو به هیچ کس پاسخگویی نداری و این یک امر شخصیه، چون اونا نمیخوان کسی به اونا بگه که چیکار بکنن و چیکار نکنن. پس نتیجه میگیریم که خدا خود را در آفرینش، در ستارگان، در ماه، در خورشید و کارهای شگفت انگیزی که اون انجام داده آشکار کرده. خدا خودش رو در خلقت انسان مکشوف کرد. کتاب مقدس میگه بیایید انسان را به شباهت خودمان بسازیم. انسان، مرد و زن، باید منعکس کننده ماهیت خدا باشند. مرد به تنهایی بدون زن این کارو نمیکنه و زن هم به تنهایی نمیتونه ماهیت خدا رو منعکس کنه. به این واقعیت فکر کنید که خدا آدم را آفرید و بعد از اون یک زن رو ساخت. او چیزی متفاوت خلق نکرد. او در واقع موجودی را از مرد بیرون آورد تا آن دو جنبه های متفاوتی از وجود خدا را منعکس کنند. بنابراین زن و مرد هر دو مهم هستند و باز میگویم که در مسیحیت نقشایی هستند که ما در خانواده و در طبیعت ایفا میکنیم، اما زنان به همان اندازه برای خدا مهم هستند که مردان مهم هستند. در مسیح نه مرد و نه زن، نه یونانی و نه یهود، نه آمریکایی و نه ایرانی. میدونید هیچ کدوم اینا فرقی نداره. خدا همه ما رو یکسان میبینه. ما در برابر خدا برابر هستیم. در پای صلیب همه ما یکسانیم. جالب این هم بدونید که خدا خودش رو تو کتاب مقدس هم
آشکار کرده. او در کلام خودش به ما میگه که او کیست. وقتی نامه کسی رو میخونید، مثلا دوستی دارید که برای شما نامه نوشته، شما میتونید از تو اون نامه دوستتون رو بهتر بشناسید. برای خدا هم همینطوره. او نامه هایی رو در کتاب مقدس برای ما نوشته و به ما گفته که در مورد ما چه احساسی داره و در فکر اون چی میگذره. اون خودشو در نامش، یعنی در کتاب مقدس، آشکار کرده. کتاب مقدس میگه تمام متون مقدس الهام خداست. کلمه یونانی تئونوستوس به معنی خدا دمیده است میباشد، یعنی کتاب مقدس دم خداست. خداوند بر کلام خودش دمیده و این خبر عالی و بزرگیه که همکنون در دسترس ماست. خدا رو شکر که اون کلام خودش رو برای ما فرستاد، سخنانش رو به ما داد و خودش رو در کلامش آشکار کرد. و جالبه بدونید وقتی که کتاب مقدس رو میخونید شما خدا رو بیشتر میشناسید. من بیش از 4 دهه است که کتاب مقدس رو میخونم و هر بار که اونو میخونم چیز بیشتر و عالیتر و عمیق‌تری میبینم. یک نفر چنین میگوید: من کتاب مقدسم را در آخر هفته خواندم و تحت تاثیر قرار نگرفتم. خب این درست نیست. ما هر روز باید به کنکاش و جستجو کردن ادامه بدیم و هرچه عمیق‌تر در کتاب مقدس ورود کنیم بیشتر از آن استخراج میکنیم. بیشتر میفهمیم که خدا در واقع شخصیت و ماهیت خودش رو از طریق تعامل با انسانها مکشوف کرده. ما متوجه میشیم که خدا چگونه در کتاب مقدس با آدم و انسانهای دیگر تعامل نموده. با نوح چی کار کرد، با داوود چی کار کرد که دلی مرغوب خدا داشت. همچنین در عهد جدید ما عیسی را میبینیم که در کنار چاه با زنی سامری که بسیار گناهکار بود سخن میگه و میبینیم که او دست خود رو دراز میکنه چون اون زن برای عیسی مهم بود و عیسی خودش رو بر اون زن آشکار میکنه. ما جنبه‌ای از خدا را در مردم میبینیم. درباره دعوت شگفت‌انگیزی که خدا از انسانها به عمل میاره ما خدا رو میبینیم. هدف ما از زندگی و ابدیت این است که حقیقت را در مورد خدا بدانیم و شخصیت او را منعکس کنیم. این موعظه واقعی انجیله. خدا خودش رو از طریق اسمهاش آشکار میکنه. خدا واحد است. همه ما یه اسم داریم و احتمالاً ممکنه یک اسم مستعارم داشته باشیم، اما این برای خدا صادق نیست. خدا اسمای بسیاری توی کتاب مقدس داره و این اسما اونو بیشتر آشکار میکنه. در این جلسه نمیتونم همه اونا رو توضیح بدم، اما فقط برای اطلاع شما باید بگم اسامی مختلفی در کتاب مقدس برای خدا وجود داره و در کتاب مقدس در عهد عتیق که به زبان عبری و قسمت‌هایی هم آرامی نوشته شده خدا خودشو در اسماش آشکار کرده. عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده که زبان مردم همون دوره بوده. بنابراین همونطور که از طریق کتاب مقدس میخونیم و میبینیم که خدا با مردم چگونه در تعامل است، میبینیم که در زمانهای خاص یا در مکانهای خاص نیز با یک نام خاص خودشو آشکار کرده. ما این اسامی رو بررسی خواهیم کرد. دلیل نام‌های مختلف او این است که هر اسمی جنبه متفاوتی از شخصیت خدا رو آشکار میکنه. مخصوصا از منظر کتاب مقدسی واقعا جالبه که هر کس باید بر اساس معنای نام خودش زندگی بکنه. خدا نیز بر اساس نام‌های خودش عمل کرده. خدا یهوه است. خدا نیکوست. او قائم به ذات است، ذاتی که خودش رو آشکار میکنه و هر کدام از نامهای خدا مملو از معناست. هر کدام از اونها معنای خاص خودشو داره. برای مثال یهوه یایرا همان نامی است که ابراهیم وقتی در مکانی بود که خدا قوچی را برای او مهیا کرد تا به جای پسرش اسحاق قربانی شود، او را با همین نام صدا کرد و در نتیجه در آنجا بره‌ای مهیا شد و آن مکان به نام خدایی که آینده را می‌بیند و مهیا می‌کند نامگذاری شد. خب من این بحث را اینجا رها می‌کنم و در جلسه بعدی اون رو ادامه خواهم داد و شما را به یک چالش دعوت می‌کنم تا در مورد خداوند به صورت جدیدی که قبلا در مورد او فکر نکرده اید فکر کنید. در حضور خدا بمانید و بگویید: خداوندا، من باید حقیقت را در مورد تو بفهمم. خدایا خودت رو بر من آشکار فرما. میخواهم تو را آنطور که هستی بشناسم. خداوند شما را برکت دهد.